تو بازدید سومان. انا اولونچه کمک پلیس. با اولونچه شیشتن میکنی. رو دخترم رو نیست دخترم. بیا شیرینم. پوفک خریدم پلیس. تو پوفک میخوایی؟ شد دخترم، من حوض رفته باره تو پوفک میگیرم. پوفک فروش. دختران اونجاست جناب. در آلمانچک بازی دارد. بس من پوفکی ترازک میگیرم. تمام رفته دخترچه رو بیاره. سومان مادر جان در حال باید رویم. زود باش. این زن که است چی کار میکند اونجا؟ سومان سگ بچه های سخرات. دخترچه رو از دست ندهید. من او رو میخواهم. نمرده است؟ چه خیل نمرده است؟ از این سقراط دیوانه جانم خلاص نمی شود مگر؟ او را ترکانیدم باز نمرده است؟ باور کو برادرم، آدمی بد رو هیچ چیز نمی شود. خیر دیدی که تو او رو ترکاندی، آدمی بد کی بود نمرد مثل خدا. کفیدی نمردی اما تو آدمی خوب هستی. کمیسرم همه کانون دیوانه رو من در 360 ولت چسباندم، پدنالت هیچی نشد. اگر خوگا میزد بریان میشد. حیوان به جای بمبره برعکس حال شد و ما در بلا موندیم. کجایش کج بود راست شد. ای شوکت، من چی میگویم تو چی میگویی؟ جانم بلاب رسید، حاضر قسم را از تو میگیرم. خاموش باش. برادر او بانو رو از دستم گرفته. خاموش باش. سخرا در کجاست میدونی اونا؟ یکم خبر نیست، در کجا بودنش رو نمیدونم، اما اگر دستگیر کنیم خبرش رو به تو میرسونم. خدا. تمام من او رو در کجا یابم میدونم. پیش درا میرویم. کجا میریم ها گبزا؟ پیش درا آخر میرویم گفتم. ای از این کارها دور باش، بار دیگر بینم دستگیر میکنم. تمام خیر. اونال در حیات یک بار مردی کردی چه کپرتا؟ پیش درا بیا خزینه را بوی اون 2% شیطه افتاد در گور. اما که پلیس در آنجا ماند بسیار خواطر می شود. پروا نکن دخترم، من به او خبر میدیم. میلش بیا رفتیم.
مادر چرا ما اینجا پینهان شدیم؟ خاموش باش لطفا وگرنه ما رو میشنوند میلش. اگر ما رو شنوند چی میشود؟ آدم های بد ما رو دستگیر میکنن دخترم. حاضر لطفا خاموش باش. این خیل باشد خاموش میستم. کجا شدم؟ انا آنجایم. انا بیا دخترم بریزی. Ака, полисо омадан. گرزید رفتن میگرزه. بیستر از پسشون را بید تعقیبشون کنید زود. سمان دخترم بسیار ترسیدم بسیار. خوب هستی؟ خوبی؟ بیا میرویم رفتیم. جناب کودک را گرفتن نتوانستیم. پلیس آمدن. درحال رفتیم از اینجا. تمام رفتیم. برادر همه با من نگاه دارد. یکان لباس ساز میپوشیدم. آخی چی خیلی آوردی مرا به اینجا؟ به این هم مثل این نفلین تنها هستی. خاموش باش حاضر وقتی با تو گپ زدن ندارم شبکر. اما بین اخیر همه دیده خندیده ایستادن. چیکار کنم؟ آرام باش برادر آرام. روبا آنجاست. مکانی سقراط رو میدوند. بیا اشتر رو رفتیم. سلام روبا. بخشیش سلام علیکم. علیکم سلام. خیر روبا سقراط در کجاست؟ سقراط؟ کدام سقراط؟ تو مگر او را نترکاندی؟ روبا وقتی زیاد ندارم از تو میپرسم سقراط در کجاست؟ تو ما رو مسخره میکنی کلتکل است؟ اکا نمیدونی مگر سراغ مرده ها قبرستان است. سقراط را میکوبی رفته قبرستان رو بین. این رفیق خوشرویت کیست؟ برادر در لباسویت گپ نیست نکی. تو به خودت نگاه کن کمه روبا مثل مرغ شده ای. سقراط زنده است یا مرده؟ حالا هم نمیدونی مرغ؟ تو کی رو مرغ گفتی حیوان؟ مرغ نه روبا گفتم. مرغ گفتی؟ ای بچه روبا گفتم. همین چی گفت؟ تمام روبا حاضر وقتی اینها نیست باز سر نکن. برادر بگو همین مرا چی گفت ها؟ روبا این را یک سو گذار رهایش کن. اکا جون چیزی بسیار نپرسیدم کو. فقط میخوام دونم که وای مرا چی گفت. تمام قول میدیم که با او کاری نمیکنم. تو روباه خروسی شغالی تو چی؟ من تو میترسم. من تو نمیترسم. چی زوری داری؟ نمیترسم. برادر تو خاموش باش. بسیار گپ نزن. کسی از تو چیزی نپرسیده است. ای چلیک با مرا پیستالت نکه حیوان. ای التماس با من بگو همین مرا مرغ گفت. ای روبا از این فعلت هیچ دست نکشیدی. همین آدم مرغ گفت یا نه؟ مرغ گفت. چی؟ مرغ گفت؟ ها من از مرغ کی بابم تو این رو میدونی؟ تو کی رو مرغ گفتی ها؟ حیوان مرا روباه میگفتی قهرم نمیکرد. لیکن مرغ گفتگی من از مادرش تولد نشده است. ای برادر تو رو مرغ نگفتم روباه گفتم. من تو رو روباه گفتم. موسیقی که بلند ای تو مرغ شنیدی. برادر همین مرغ افهمو. چی گفتی؟ روباه. من روباه گفتم. ای روبا از حد نگذران. این سلاح را در یگان جهت میزنم. بچه را رها کنی خدایا. تمامه؟ روباه گفته باشد پرابلم نیست. خطا کرده است او را میبخشیم. بیا کنی یک بوسه گیره ماشتی کنیم. بیا رودزه به شپالاق یک آدم بزبی. کلتکل است آخیل آدم ها رو از کجا میابی؟ قیم عرب. یا خدای مهربانی من. این مرغ بیبو با مرا زوری میکنه ای؟ چی خیل گپ زدن است. صبر کن این یک دیوانه از تغییر نیافته است. از همون ما ویرون کر بخدا. چین؟ صبر کن. نه به تو لبه جانم.
زیو تو در کجا هستی صدای موسیقی می آید؟ وای من در وی هستم. زیو گوش کن، اگر به من دروغی همه کار برباد می رود. در دیسکا کلوبم. چی؟ در دیسکا کلوب هستی؟ می بخشی تو چی کار داری در دیسکا کلوب؟ وای صدایت تماما نمی آید. در زیر زمین هستیم، برای همین صدایت نمی آید. زیو در حال به بیرون برآمده و من زنگ میزنی، فهمیدی؟ زود باش. انا بگیر سوختیم. چی شده؟ چی می شود؟ زهرا زنگ زد. در کجایی می بود؟ راست شبگو حقیقت تلخ هم باشه. راست شبگو او که پس سخرات حیوانی. رحمت کلان شوکت. نمیارزم. بسیار فکری خوب گفتی. رحمت. اگر گویم که از پس سخرات هستم، زهرا مرا در یک لحظه ترک می کند. باید از بلا دور باشم وگرنه دختر مرا ترک می کند. درست گفتی برادر. اگر تو از بلا گریزی هم بلا آمده تو رو مییابد. حیاتی تو همین است. رحمت کلان شوکت. حیاتم همین است. خیر بله همه خیلی بدبختی. خاموش. خیز رفتیم. در دیسکا کلوب چی کار میکند؟ انیق عروس بازی رفته است. چی گفت؟ در دیسکا کلوب چی کار داشتی؟ شرم نکرده از پس دخترها میدوی حالا همه؟ این چی خیل گپ است زهرا جان؟ من غیر از تو یگان گل دیگر را بوی نمی کنم. از برای خدا این خیل فکرها را نکن، دلم را نشکن. زیو گوش کن، بسیار گپ نزن. آخران بار از تو میپرسم شب در دیسکا کلوب چی میکوبی تو ها؟ شوکت ما در دیسکا کلوب چی میکوبیم؟ خزینه را کوفتیم. بس کن خزینه گویی را. به عقل کدام خزینه؟ ما گم شده را میکوبیم. چی خیلی گم شده؟ تو چی ها گفته ایستاده زیو ها؟ گم شده؟ یک آدم گم شده است. با شوکت یک جایه او را میکوبیم. چی؟ چی خیلی آدم؟ آدم؟ زیو به سوال من درست جواب ده. کی را کوفت و کوب دارید؟ نمیدانم. چی خیلی نمیدانی؟ چی خیلی نمیدانی؟ آدمی که نمیدانی چرا میکوبی؟ آدمی شناس را چرا میکوبیم زهرا؟ آدمی ناشناس را میکوبیم. همین خیلی نه شوکت؟ بله انگه بله همین خیلی است. لک شاهدی پک شده است. کی را کوفته ایستاده اید؟ من راستش را گویی. کی را میکوبیم؟ شوکت ما اینجا کی را میکوبیم؟ پدری سومن را بگو میشود. سومنش کی است باز؟ دیده بودی که این خیلی ننگ 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 هم میزد که همون کودر. دین دان دن یعنی ما یعنی پدری سومن را کوفت و کوب داریم. پدری سومن را گفتی؟ سومنش کی است؟ آن دخترچه که لیونت نگاه و بینش میکند کو؟ ما با شوکت پدری او را کوفت و کوب داریم. به شما چه علاقه دارد؟ کاری پلیس نیست مگر؟ شما چرا میکوبید؟ تو چی میگویی؟ این چه کار میشود؟ زهرا جان از پدری دخترچه را یافتن کاری ثواب و خوبتر است مگر؟ غیر از این ما به پلیس یاری میرسانیم. زیو تو کی را فریب میدهی؟ از پشت تو شده توی امان ویران شد. تو حالا هم به من دروغ میگویی. پدری سومن در کلوب کار میکند مگر؟ تو کی را فریب میدهی؟ این آدم بسیار دختر باز بوده است. به دیسکا کلوب می آمده است. برای همین ما اینجا آمدیم. تو وای آدم را از کجا میشناسی که دیده دستگیر کنی عجبا؟ وای رو فوتورobotش هست. فوتورobotش را داریم. فوتورoboti او هست؟ کنی رسمش را به من زود روان کن. چی شد که رنگ رویت پرید کلتکل است؟ این چی است؟ لبای بگو اول به نزد کمیسر لیوند رفته این رو اثبات میکنم. اگر به من دروغ گفته باشی معاف شدی زیو. تو هم می آیی؟ همین بود دروغ گفته ده؟ همین؟ چی خیلی دروغ بود؟ پگاه زهرا با امنیت رو چی کار میکنیم؟ یا خدایا اکا گفتم معقولت نشد. من گفتم که رنس روان کن. خدا کردی کو. خاموش شوکت خاموش. مرا دیوانه نکن. آروم شو. تو به این هم از پشت همی ینگه دیوانه شده ای. زنکلانی چی؟ من حل میکنم. پگاه با امنیت میروم. پدری سومن رو با استاد احمد گفته میگویم. حل میکنم. تو آروم باش. آروم باش. لعنتی تو دیوانه هستی ها؟ حاضر در دست زهرا فوتورobot است. پگاه با امنیت رود. این رسم با رسم امنیت یخیلا نباشد. چیکار میکنیم ها؟ چیکار میکنیم؟ چی میدونم چیکار میکنیم؟ با من چی؟ تو خودت این رو گفتی. مرا بین.
حاضر به لیوین زنگ میزنی فوتورobot پدر سومن در دستشان هست یا نیست میفهمی انشالله فوتورobot رو دارن شفقت وگرنه زهرا انیق مرا ترک میکند خیر رفتیم با کجا میرویم با کجا میرویم راه گرد آخیر میرویم اخلا پدر سومن رو میافتیم салом алейкум дӯстони азиз агар шумо ва ягон ёру бародари шумо хоҳиши гузаштани границаи қазоқистонро дошта бошад пас ба ширкати боирноки мо ки солҳои дароз кору фаъолият мекунанд занг занед ва агар шумо мушкилие бо ҳуҷҷат доред онҳо шуморо аз хонаатон омада мегиранд ва ба хоси аллоҳ дар роҳ ягон мушкилие ба шумо дучор намешаванд мошинҳои замонавӣ дорои вайфаи бепул ва агар шумо аз номи канали Tajix Production занг занед боз ба шумо скидкаи калон мекунанд рақамҳо дар рӯи экранатон ва дар таги видео аз заргоҳи илоҳӣ ба шумо сафари бехатарро хоҳонам خانم بهار این بولش رو آوای کنید اوپا پاپوشایش را کشم به راحت خواب کند میگویم که لباسایش رو نرسیم باز بیدار نشوند ها مادر جان مرا دیگر تنها نگذار جانی من خانم بهار شما رو دیگر تنها گذاشته نمیروید همین خیر نه کاشکی مجبور نمیشدم که او رو تنها گذارم اما چه خیلی که گفته بودم شوهر شوندم سومن رو نمیخواد بخشش این خیلی باشه چرا تکرارم برگشته آمدید برای آخرین بار سومن رو دیدن خواستم بینید با کار شما دخالت کردن نمیخواهم اما تو زمانی که سقراط و آدم‌های او را دستگیر کرده به زندان نپرتم باید اینجا بمانید آنو درک کنید خانم بهار جان شما در خطر است جانب کالتاکیلاس زنده بودن شما را دانسته است شما را کوفته گشته است بکوبد او مرا نمییابد اما من او را در همه جا مییابم زود برای من دختری کالتاکیلاس را یابید دل کیلاس را میکفانم همه وقتی که نفس میگیرد به جای هوا زهر نفس میگیرد زود رفته او را یابید خوب شده است جناب خانم بهار گوش کنید وقتی که ما سقراط را دستگیر کردیم شما میتوانید که روید و سومن بیچاره باز تنها میماند اگر شما با ما یاری دهید که پدر سومن را یابیم بسیار کار خوب میشه چقدر یاری داده میتوانم میفهمانم شما پدر سومن رو دیدید میخواید نه با امنیت رفته درباره شکل پدر او معلومات میدهید ما باشیم فوتورobot رو تصویر میکنیم با همین راه پدر سومن رو ما میابیم غیر از این پیش از آنه که شما میروید دختر پدرش رو میابد وگرنه به پدر و مادر تنها مانده برای سومن جان بسیار سخت است حق استید ولی متاسفانه پورا در یاد ندارم سالهای زیاد گذشته است از دستم آمدهش رو میکنم اما چقدر میشود از راستی نمیدانم چقدر یکی شود خانم چقدر یکی شود در نهایت خیلی کش نشود حتما پدر سومن را پیدا میکنیم آدم خوشبخت بوده کیلاس چی شد؟ در وقتش آمدیم با لیوین صحبت کردم اون زن را یافته است در درون فوتورobot پدری او را تصویر دارد خب کمی آرام شدم یک کار دیگر من رسمی که به زهرا فرستاده بودم با فوتورobot حقیقی زهرا پی نبرده ایواز کردنم لازم چقدر که گفتم او را من کم دیدم اگر الحال بینم بله همین است میگویم چهره او را درست تصویر کردن نمیتوانم یا راستش باور ندارم خانم بهار کوشش کنید که در نظرتون پیدا شود معاینه سرتون را آب کنید یعنی یگانه چیزی که انیق به یاد دارم آن هم پدر سومن موی لبهای دراز و پهن داشت محمدعلی جرغات بروتوش بر وقت کشید خوبتر فهمون که این محمدعلی جرغات کارمند بازرسی رسام نیست کم کم هنر رسامی داشت به همین خودی دعوت کرد سلام شفقت سازی انگه نغزی انشالله دروغ نمیگویی زیاد در این خیل کارها دروغ گفتنم را فکر نمی کنی هر جا باشه باور نکنی از شوکت پرس همین خیل نه شوکت کنی گب زن پک
астағфируллоҳ, янга чаро ин хел мегӯям? Ин кор ҷиддӣ аст. падари Суман гум аст. раҳмати модараш бошад чанд сол пеш мурдааст. зане ки ӯро калон кардааст, ӯро модараш фикр мекунад. ӯ ҳам тарк карда меравад. духтарчаро дар роҳ мондасене. чаро мерафтааст? охир и бадбахтам шу кардане, чӣ коре кардане, кӯдака партофта рафтане. чӣ хел одамҳо будааст? ин ҳақиқат аст? о янга, не, дилам сӯхт. қад баланд буд, буруди сиёҳи дароз ва мӯи сараш паст буд ба фикрам. бале паст буд. ранги чашмош чӣ хел буд? кабуд буд, сурух буд, сабз буд? ба худо бовар надорам, аммо беранг буд ба фикрам. бале беранг. бале муҳаммадулло ҷурӯғ чашмоша беранг кашид, сиёҳу сафед, яъне ки чӣ хел ки тасвир мекунӣ. фукуш ҷоғаш чӣ хел буд? ҷоғаш ин беақл инҷо чӣ кор мекунад? магар девона аст? о язна, инро гир баъдан мебинем. язна, муборак шавад, сари вазифа баргаштем. раҳмат ҷонам, ташаккур, хуш омадӣ. левен дар утоқаш аст? левен дар утоқаш нест, ҳаминҷост, камтар пас меояд. ба хайр аст? бо левен чӣ кор доред? падари Суманро мекофтааст. дар бораи он маълумот гирифтан мехостам. ташаккур язна. ин хел бошад, ман левентро дар утоқаш мунтазир мешавам. шуд ҷонам. созӣ ҷурам? хубам дӯстам, ту чӣ хел? мешава. шавкат, ту моро каме танҳо гузор. ту сухан кун. ман рафтам. ту дар инҷо чӣ кор мекунӣ? уна сарам дар бало аст, ба ман ёрдам кун, қурбонат шавам. ҳайрон шудам. мисли ҳар вақта. ошно, дур бош аз ман мегӯям. дур бош. айб мешавад ҳамкорам. чӣ хел ҳамкор? чӣ хел ҳамкор? Суман? ҷонам? чӣ хел ҳастӣ? як той, ман инҷо чӣ кор мекунӣ? хубам, ман пайзуру модарам омад. ҳозир бошад, падарам меояд. ой ҷони ман, ой ранголат шуд. чӣ хел ба ман монандӣ дорад. ман ҳам бепадару модар бузург шудам, аммо як бобо доштам ки маро сарпарастӣ мекард. ин кӯдакча ҳеҷ кас надорад. якточаи ман бисёр хандовар шудӣ. ҷони ман. акай левин маро даъват кардед? ҳорнаи тиллофурӯш, ин расмро нусхабардорӣ карда ба ҳама шумо тақсим кунед. зуд бошед. майла шакар. вале ҷаноби левент, ман пурра боварӣ надорам ки ин расм дуруст аст ё не. вале раваду аз пешам барояд. бале ӯро мешиносам, аммо ин чӣ хел мешавад намедонам. умед дорам ки расм дуруст барояд. хонум баҳор, ҳар коре ки аз дасти шумо омад иҷро кардед. акнун дигараш кори мо аст. ташаккури зиёд барои маълумотҳои додаатон. раҳмат. мамнун. иншоалло ки ӯро меёбед. унал, қурбонат шавам, чаро намефаҳмӣ? лутфан ба ман як дона фотороботи падари Суманро бидӣ, вагарна зуҳро маро маҳв мекунад. ба ман чи? чӣ коре ки мехоҳад кардан гирад? калтакела аст. дигар рӯбарӯям набаро ки медонӣ чӣ кор мекунам. ту магар девона ҳастӣ?
سر سمن مثل موی سر اپش بسیار زیبا شده میخیل نه؟ کنه این رو بیدار؟ دیگرش رو هم بفهم؟ سلام جانم قوه تلفنی من تمام شده است تلفنت را نمیدهی که به مکتب یک زنگ مرا بگی شد دوره مالش چه خیر است سومن خوبه ماماکی معلم ای جان بگیر. رحمت دفعه میدهی؟ بسیار زیبا شده مثل رحمت موی کلان سمن جان چیزی نیست رحمت انا اینجا میگذارم رحمت مادر جان دختری زیبایی های زورش خیلی لوینت در اتاقت صحبت کرده میتوانیم البته پیش دارم این زن کی است؟ مادر سومن نه وای زنی او رو کلان کردگی بهار است در خانه لوین می ایستد کاش این زن رو تشکر میگفتیم برادر چه خیلی تشکر ها و جای تشکر تو در فکر خودت باش تو چیکار کردی مسئله صورته ای شوکت تو چه خیلی آدم هستی ها؟ میخواستم که تلفن زهرا را گیرم تو باشی تلفن خودت رو با من دراز کردنی شدی من آن کار رو حل کردم تو باشی در گوش فیل خوابی مسئله فوتورobot ها باز چی را دیدی؟ برادر از تو میترسم باور کو ترسیدم با چه خیلی آدم هستی هم به خدا خطرناک هستی تمام خاموش باش بفرمایید خانم زورو شما را گوش میکنم ها اگر درباره توی ویران کنی ها پرسیدن خود حالا کفتکوب داریم درباره آن یگان معلومات خوردی هم اگر پیدا کردیم به شما خبر بدیم پروانه کنیم لوین من برای آن اومدم همین خیلی چی در داری کو گپ زد پدر سومن را گفتگو داشته درست است اوه خوب در دستتان یکم فوتورobot دارید داریم بله اگر مشکلی نباشه میتوانم بینم یگان پرابلم نیست حاضر اینجاست مرحمت رسمی که دیشب به من روان کرده بود همین بود مگر همین بود نه نبود همین بود معلوم شد که به من دروغ نگفته است او حیوان کی بود است که با شما دروغ میگفته است این رسم در همه جا هست مگر بله در همه جا هست شاید برای یافتن پدر سومن به شما توانم کمک کنم ثواب میگیری زهرا جان بقدر رسمت بتم در تن اوز طلبه ها بچسبانه این چه خیلی آدم بوده است پدر سومن رو میگویی پدر سومن رو میگویی نه پدر سومن تا جایی که من میدونم یعنی یک آدمی پدنلتی نو آدم بوده است دیسکاکلوب به دیسکاکلوب میگشت است کارش فقط عروس بازی و بیراه گردی این خیلی باشد او رو در دیسکاکلوب ها جستجو میکنند اگر ایمو نوارده باشه ها تشکر زیاد به شما تشکر زیاد پروا نکن جانم پدرت رو یافته به نست می آریم آخر کارت را دیدی؟ مگر من به تو دروغ میگویم بیهوده گناه هم بگیر اوف زیاد تمام گپ را دراز نکن در مکتب نسخه برداری کرده تقسیم کن من باشم در محله تقسیم میکنم باید هر دیمان پدر سومن رو بیابیم به پدر و مادر بزرگ شدن را میدانم چی گونه سخت سنگین است پدر سومن را یافتنم لازم مایلش جانم آدمی افلاسن تو چه خیلی دخترت را پرتافته میروی او رو اگر یابم بین چی کارش میکنم بیشرف است آخه زن رو حامله دار کرده پرتافته میروی بعد باز به قفایت نگاه نمی کنی تمام زهرا آرام شو شب آماده باش همه دیسکا کلوب ها رو میگردیم میکوبیم مایلش خیر تا بازدید من میروم خیر تا بازدید
من باید سقراط را کابم. با پدر سومن چه کار دارم؟ از کجا این کار برآمده؟ استاد یک سوال پرسم ممکن است؟ سرم را گران کرده است. بپرس پسرم بپرس. استاد سوپر قهرمان شدن جایزه است؟ میدونی سوپر قهرمان هر جا تغییر مییابد هجری. یعنی چه خیل استاد؟ انا این خیل هجری. اگر آن سوپر قهرمان مسلمان باشد جایز است، نباشد جایز نیست هجری. چرا؟ چون که سوپر قهرمان مسلمان برای نواربرداری قهرمانی نمیکند، در راه خدا قهرمانی میکند. خدا از شما راضی باشد. از تو هم راضی باشد هجری، از تو. روز بخیر استاد. استاد جانم اینقدر باسواد هستید شما. استادم عیناً همین خیل جواب میداد. بله همین خیل جواب میداد. این خیل باشد استادم را خلل نمیرسانم. آفرین به تو هجری. اومده ایستاده از چه خیلی که گپ زدیم همون خیل کنید. پروا نکنید خانم صنم. حاضر باشد همه به جایش گذارد. این دختر را بین، مثل ماهتاب است. در شوید از اینجا. روزنهای افلاس یاری دهید. چی شد خانم؟ ما آدم خور نیستیم. یاری دهید روزنها یاری. لطفاً این خانم را آزار ندهید. این کی است؟ من مؤذن مسجدم. جناب مؤذن، تو آهسته دور شو. رفته از آن بگو این کارها برای تو نیست. برادران عزیز، این خیل کارهایتان خطا است. زنها را آزار دادن اصلا جایز نیست. مؤذن، با تو گفتم با مسجد رو نمیفهمی؟ ملاها را احترام میکنم اما زیباچه با تو در دیگر جا صحبت کرده شناس میشویم. خانم سلام، در پشت من استید؟ یک لحظه. بزرگان ما بسیار خوب گفتند که آدم رو با گب میگویند و حیوان رو باشد با کلتک. شما حیوان بده به خدا. خانم سلام خوب هستید؟ این انسان ها حیوان بودند. هجری مرا نجات دادی. تو اکنون قهرمانی من هستی. میدونستم که مرا دوست میداری. تمام خانم سنم. چی علاقه دارد خانم سنم؟ چی خیلی من تو رو دوست میداشتم. نه تو مرا دوست میداری هجری. اکنون میتوانی این رو به من بگویی. اگر مرا دوست نمیداشتی جونت رو در خطر نمیگذاشتی. خانم سنم، هر کسی که در جای من میبود همین کارو میکرد. زنی که در مشکلی افتیده است کدام مسلمان یاری نمیدهد؟ لطفا اکنون حسیاتت رو دیگر پنهان نکن هجری. یعنی به من گفته میتوانی. خانم سنم بینید، دینمان به محتاجان یاری دهید میگوید. یعنی شما رو نه، در مجموع میگویم باز مسلمان در راه خدا باید قهرمانی کند، نه برای خودنمایی. روزتون بخیر باشد. اما خانم سنم، پول دادت خیلی کم بوده است. شما باید خودتان رو میپرتفتید که یا اینکه در حقیقت شتا خورده. حالا ما رو بین، مثل مسخره باز ها می نمایه. نمی بینید او ما رو لطکوب کرد. خر رو در آبچکاری چونی نمی زنن. از راستی شما رو معیوب کرد؟ معیوب چی؟ فلجمان کرد. ندیدید مصلحتمان را 3 برابر میدید. یا خدایا، او
маро аз ростӣ дӯст медоштааст? ин одамонро аз ростӣ задааст? агар дар ҳақиқат маро дӯст дора, зуҳроро барои дар кӯча баровардан ҳанг задан мунтазир намекунам. чӣ кор карда истодай? ин расмро устод аҳмад дод. падари ҳамон духтарча ки гум шуда буд, падари ҳамон аст. ин расмро бояд дар ҳама ҷо часпонед. хуб, офарин, кори хуб мекунед. дар ҳама ҷои Истанбул часпонед. фаҳмо? фаҳмо. хайр. пеш аз омадан ҷаноби акрам аз амрико инҳоро хонадор кардан лозим. вагарна нақшаи меросамон барбод меравад. парвона кун аяҷонам, онҳоро хонадор мекунам. ай, чӣ хел хонадор мекунӣ Самӣ? чӣ хел хонадор мекунӣ? яъне Зуҳро барои вайрон шудани тӯяш Калтакеласро гунаҳгор кард. ман ҳал мекунам, парвона кун ая. бе ин ҳам ҳозир байни Зуҳро ва Калтакелас нофаҳмие нест. аз ин аросаки Зуҳро шунидам ки онҳо якҷоя падари як духтарчаро ҷустуҷӯ доранд. падари кадом духтарчаро ҷустуҷӯ дошт? як рӯз ҳамроҳи Шавқат як духтарча омада буд ку вай номаш Суман. ай, тамом ба ёдам омад. ай Самӣ, онҳо ҳамроҳ ки ин корро кунанд ба якдигар наздиктар мешаванд. албатта. нағз бисёр нағз, албатта. тулинҷон, аяҷонам, бисёр заҳмат кашидаи. офарин ки чунин духтари нозанин ба воя расонидӣ. ҳа, шумо чӣ кор карда истодед? аз паси чӣ ҳастед? ай Мелис, аз паси чӣ мешудем дигар? касоне ки тӯйро вайрон карданд дар кофтукови онҳо ҳастем. чӣ хеле ки медонӣ тӯи Калтакелас ва Зуҳро дар ниҳоят вайрон шуд. вайрон шуда бошад, шудан гирад. ба мо чӣ? мо ҳам ҳаминро гуфта истодаем. ба мо чӣ? домулозия кани ба берун баро. кӣ бошад ин хел дод зада истодааст? чӣ гап аст? ту чӣ хел падари маро девона кардӣ, ҳа? ман ақли туро аз сарат мегирам беақл. боз шарм накарда муаллими дарси дин шудаӣ. домуло ба домуло чунин рафтор мекунад. аяҷон, тулинҷон, як лаҳза ист. ман худам ҳал мекунам. худам бигузор, худам рафта бинам. Самӣ, ман худам мебинам. ай Самӣ, бародар ба хайр бошад. ту кисти? зиё дар куҷост? зиё гуфтӣ? хуш бачаҳо, ин расмҳоро ба рафиқонатон тақсим кунед. шояд ба ин кори нек ҳамроҳ шавад. бачаҳо, як рӯз ба дарсамон як духтарча омада буд ку падари ӯст. яъне шумо ҳам агар дар маҳаллаатон ин расмҳоро часпонед хуб мешавад. шояд пайдо шавад. бечора. бародар, чӣ хел зиё? инҷо зиё гуфтани одам зиндагӣ намекунад. бале буд, вале мурд. ман ҳам медонам ки мурдааст. медонӣ? хайр медонӣ, боз чаро омада инҷо зиё гуфта дод мезанӣ? инҷо магар қабристон аст? ман писари домуло азмӣ ҳастам. домуло азмӣ? ая, вай муллои девона аст ку, ана ӯ. ау, соз гап зан. падари ман девона набуд. зиё гуфтани бешараф падари маро ба ин ҳол гирифтор кард. барои ҳамин номаш дар забонам часпидааст. ҳозир ба ман бародари дугонӣ ки ӯ Аҳмад Шимшек лозим. ӯро чӣ кор мекунӣ? чӣ кор мекунам? корд мезанам. Самӣ, ин одам аз куҷо пайдо шуд? бисёр хатарнок менамояд. ай, агар ин Калтакеласро кушад, бо Зуҳро хонадор намешавад. нақшаамон барбод меравад. бояд сари роҳашро гирем. аммо чӣ хел? аммо ин хел ман ин хел одамҳоро мешиносам. ҳаёти инҳо фақат воҳима аст. ту ба ман гузор, ман ҳал мекунам. бас будагист. ман мешинам шуморо интизор шуда. ҳасе роз ба ман гӯш кун. воҳима маро дар ин дунё Самии шағғол гуфта мешиносанд. барои ҳамин ҳозирак аз ин ҷо рав, то ки вазъиятат бад нашавад.
مرا باشد کمالی سیاه میگویم. کسی که شپاتی مرا خورد هی اینجا چی گپ هسته؟ تو مگر راهزن هستی به خانه ما هجوم کرده می دراید؟ ای ملی او را به حالش گذار. ما در رهایم کن فهمیم که این مرد چی میخواهد. کنی گپ زن زبانت رو خوردی. وای خانوم برادر دوگونی که زیو احمد چیمشه گفتنی آدم رو جستجو دارم. ای بیزار کردید آخر با این احمد و زیایتون شما. او در کالج اصلان ماز است. رفته دردت رو با او بگوی. دیگر به اینجا قدمت رو نگذار فهمیدی؟ کالج اصلان ماز گفتی؟ رحمت وای یعنی تشکری زیاد لطف دارید. برای ناراحت کردن معذرت میخوام. دختر تشکر کردی مکونی کلاس رو گفتی. این دختری تو سروغه کالتا کلاس رو داد. اگر این دیوانه رفته کلاس رو یگان کار کند همه نقشه هایمو برباد میرفت. وای کالج اصلان ماز نه کالج پسلان ماز. دمت را گیر. وای ببخشید عذر میپرسم. تو حالا هم اینجایی؟ حاضر میروم ولی بعد از نام شما را گرفتن. در شو رو کوچگر. روز بخیر خانم با امید دیدار. می آیم احمد شمشک کلمات را عرضه کن. من باید حاضر رفته کالتا کلاس رو آگاه کنم. امضا نکردن نباید جهنم رود. وای بچه ها در دین ما به بی‌صاحبان در کوچه ماندگان غریبان یاری رساندن عبادتی بزرگ حساب می شود. فراموش نکنید. بخیر باشد انشاءالله. مرحمت. استاد احمد بخشش که به درستان خلال رساندیم. این جنابی حق نظر هیچ گپ نه. کمیسیه هست میخواهد دانشی طلبگان رو بسنجد. البته خوش آمدید استاد. مرحمت. خوش باشد جنابی احمد. جنابی مدیر صنف شما را بهترین صنف در این مکتب گفت. من باشم خواستم از نزدیک بینم. خوب کرده جناب بفرمایید. دخترم تو اعراف در کجاست؟ اعراف؟ اعراف نامی یکی از کوچه های سرادمی استانبول است. در پشت محله ارپا جایگیر است. خاموش. دخترم مادامی که نمیدانی دروغ نگو. بنشین. تو در کدام نماز سجده نمیکنند پسرم؟ در نمازی که راستا خوانده می شود. خوب پسرم نام نماز را پرسیده ایستادم. نمازی که راستا می خونی. شین پسرم شین. تشکری زیاد. تو شرط های ایمان کدام هایم؟ باوری استاد. شین پسرم شین. دخترم تو در کدام حالت نماز را قضا خواندن ممکن است؟ نمازی قضایی رو بعد از قضا کردن خواندن ممکن است استاد. شین دخترم شین. تو بله استاد. با پیش جانم. شرط های اسلام کدام هایند؟ نماز خوندن، زکات دادن، به حج رفتن، از حج برگشتن.
شین همه را شرمنده کردی. تو به حال خودت بخند. جناب مدیر آخر این صنف بهترین صنف مکتب بود کو. در اصل صنف بهترین مکتب همینا، اما امروز اینا را چی بلا زده است به خدا نفهمیدم خودم. جناب احمد در این صنف چه احوال است؟ باور کنید جناب احوال صنف یعنی خوب بود، اما حاضر چرا این خیلی کردن من هم نفهمیدم. دخترم تو در انتیام چند گرفتی؟ 5 گرفتم استاد. 5 گرفت. پسرم تو چند گرفتی؟ 4 گرفتم. تو؟ من 5 گرفتم استاد. جناب احمد ورقه های امتحانی را حتما دیدن میخواهم. البته استاد حاضر نشان میدیم. انا نو سرمان در بلا گرفتار شد. بفرمایید استاد. استاد شما در ورقه های خالی چه خیلی بها ماندید؟ نه استاد من در ورقه خالی بها نماندم. بعدی کار خطی از اینها شفایی امتحان گرفتم. موافقان بهای این بچه ها را ماندم. خیر شما ما را مسخره دارید؟ باور که نکنید از خودی بچه ها پرسید. در اصل طلبه ها ندارم برای من بهتر است. پسرم تو لبای در قرآن کریم اولین سوره کدام سوره است؟ سوره فاتحه است. آفرین شینه. تو دخترم جناب پیغمبرمان آخران خطبه ویدا را کدام سال خوانده بود؟ سالی 632 استاد. آفرین دخترم بشین. تو بگو در آخرت وزن گناهان و ثوابان را چند میکنند؟ ترازوی عدالت الهی را چی میگویند؟ میزان میگن استاد. آفرین بشین. پسرم تو جناب پیغمبرمان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلام کی به دنیا آمده است؟ سال 571 استاد. آفرین پسرم شین. دخترم تو جناب پیغمبرمان در چند سالگی دعوت را شروع کرد؟ 40. آفرین دخترم شین. جناب احمد لبه استاد. متد درسایتان خوب بوده است. من این متد را به وزارت معارف برای عملی نمودن در دیگر مکتب ها پیشنهاد میکنم. لازم نبوده استاد. جناب کمیسیون چه ها میگوید؟ این کار غیر امکان است. باید که خطی هم بنویسند. مهم یاد گرفتن طلبه ها نیست مگر؟ بسیار خوب آموختند. درسای خوب استاد. رحمت استاد. روز بخیر. روز بخیر. درسای خوب بچه ها. آفرین. شکر زیاد. کارت را کردی احمد خوجا. کمیسیه را تنها نگذار. خوب شد که دانستیم وگرنه در روز اونها شرمنده میشدیم. البته بچه ها وگرنه من به شما بهای 4 و 5 و 6 نمیماندم. خیر اینش هم گذشت. کسی نگاه نمیکنه؟ گم شده است. اوه سنم جان چه خیر هستی؟ زندگی ها چه خیر است؟ این خیرشینه؟ چی کار کردی؟ هجری را به خودت عاشق کرده توانستی؟ او به این هم عاشق من است ولی به من گفتن نمیتواند. شرمگین است موازین است کو. بله بله بله. بخند تو. وقتی که به کوچه برآمده هنگ میزنی من اون وقت میخندم. کوچه منتظر تو هست جانم. خواهیم دید منتظر کی است جانم. وقت کم مونده سنم جان. یا قدم با این زیاد منتظر شدن لازم نیست جانم. چون که امروز او جانی مرا در راه از افباشان خلاص کرد. خبر نداری؟
نشنیدم. خیر چی؟ نجات داده بوده است. هجری آماده است که به همه یاری رساند. به فکر من او ثواب گیرم گفته این خیل کرده است. سنم جان همهش برای ثواب است. بیهوده به دل گرفته تو. همین خیل فکر کن جانم. هجری به خاطر من اون آدم ها رو همین خیلت کوب کرد که اگر تو اولی اونها رو میدیدی میفهمیدی که شرط رو باخته جانم. بله 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 بله. با من چیزی نشود گفته تو حالش رو یک بار میدیدی. با نزدم اومده سنم جان چه خیلی هستی خوب هستی با تو چیزی شود من چیکار میکنم گفت. هجری چنین گفت؟ بله. سنم جان تو خیال بافی رو سر کرده ای؟ وقتی که هجری آمده به زیر پایم میافتد تنها چهره تو رو انا آن وقت دیدن رو آرزو میکنم جانم. ملش میبینیم تنها خیال میبافی سنم جان. خیر ملش اکنون ما روم که کارهایم خیلی زیاد هستن اینجا بیهوده نشینم. تو باستی؟ من باید در حال یکان کار کنم. وقتم رفته ایستاده است. هجری سوزاندی مرا. نمیخه شاکر باید از پس سقراط باشیم. کافت و کابی پدر سومن به میان آمد. میمور دخترش را صاحبی کنه. خیلی خوب است. با واسطه او کاری ثواب کرده ایستاده. اگر سقراط دستگیرت کرده به اون دنیا فرستد راست به جنت میروی. تو چی ها میگویی شاکر؟ دست برای خدا هم. جناب احمد این در اینجا چیکار میکنه؟ جناب احمد چی شد؟ حیاتتون در خطر است. تو چی ها میگویی؟ او تو را میکشد. کی میکشد برادر؟ سقراط میکشد؟ نه سقراط نه کمالیسیو. کمالیسیو؟ کمالیسیو کی است برادر؟ من چی میدونم شاکر یکم بار میشنوم. پسرم تو چرا با محبس رفتی؟ پدر این رو هم به خاطر نداری؟ چرا به خاطر ندارم؟ مشیمشک پدرم را به چی حال گرفتار کردی؟ حافظه اش را حتی از دست داده است. میکشم تو را. این کمالیسیو پسر ملازمی بوده است. تو را سبب دیوانه شدن ملازمی میداند. یا خدایا چی علاقه دارد؟ ما او را با این احوال گرفتار کرد. گرچنده که من گفتم که استاد احمد مثل داملو زیادلو نیست ولی باور نکرد. معلوم که مثل پدرش خودش هم دیوانه بوده. استاد احمد او بسیار آدمی خطرناک می نماید. امضا نکرده نمورید با. چه خیلی امضا؟ تو چی ها میگویی؟ با زهرا خانه‌دار نشده نمورید میگویم. ببینید خانه‌داری چیزی مهم است. در بین جمعیت هم چیزی مهم است. همین شما همچون یک معلم خوبتر میدونید که. تو چی ها میگویی؟ زهرا میگویم تویش برباد رفت به خدا. دختر دربدر شد. کمالیسیو گریزید. جناب احمد جناب شوکت گریزید گریختم انا من هم شما گریزید. چرا میگریختی؟ من کنی بیاید سیاه سفیده. شوکت بی اخلاقانه گپ نزن. خودت را گیزله نکن. به بلا گرفتار نشو. در جایت است. یا خدایا شوکت کنی اینجا بیا. چی کار میکنی؟ در جای دیست گفتم. ای برادر تو با من کار نگیر. من این مسئله رو حل میکنم. تو خودت کی هستی که از پس برادری من میایی؟ لعنتی. تو کی هستی ها؟ زوری! چخیل من کی هستم؟ من وای برادری که از پسش میایی کو؟ انا هوای برادری من است. من برادری وای هستم. کنی اینجا بیا محافظی من. این است مولای ساخته. بین من این است. این است مولای ساخته. پدر تو اینجا بیا. تراکین متهم من تو را شناختم. پدر برادر داملوزیویی که پدری من را دیوانه کرده است تو هستی؟ ای بچه حبیب نورمگامدو شاگرد همین مرده که احتیاط کن. شوکت خاموش باش. بچه به علوی چشمش بگیرم. خاموش. برادر تو پدری من را دیوانه کرده است. من باشم تو رو دیوانه میکنم. باقی مانده حیاتت رو در کوچه ها با نینوازی میگذارم. برادر از برای خدا از پس کارت شو. قصدت رو از من نگیر. چی خیل قصد؟ نام من کمالیسیو است. من خودم بلا هستم. آنجا چی گپ است؟ وای دا کمالیسیو استاد احمد رو میکشد بکن. لعنتی همینش نمیرسید. رفتیم. خوب برادر عزیز من چرا پدری تو را دیوانه میکردم؟ دیوانه کردی. او را دیوانه کردید.
падари ман одами солим буд, домуло буд. шумо девонаш кардед. این خیل باشد. از خودش میپرسیم؟ از پدرتان میپرسیم. داملا شما را من دیوانه کردم. من دیوانه نیستم. دیوانه توی ساخته کاری دیوانه. دیدید پدرتان قبول ندارد که دیوانه است. دیوانه نیستم میگه. دیوانه است. مگر نمیبینی؟ تو با پدرت چه گپ زده ایستاده ای ها؟ دیوانه بوده است. آدم پدرش رو دیوانه میگوید. تو از حد گذراندی. خر بچه. پدر این خیل نکن. در نزد همه عیب است خو. تو تمام شدی. تو دیگر از دست من خلاصی نداری. بخشش میپرسم. سرم دیوانه شده است. معذرت میخواهم. دمتک. این آدم نه که آدم نشید که پیش رو. استاد لبای جناب کنان. کمال بیاداب است، با دقت بودن لازم. چیزی نه جناب کنان. چاره‌اش را می‌یابم. باید گویم که از دنبال آدم هایی که توی را ویران کردن بودم. اگر دستگیر کردم با شما خبر میرسونم. لازم نیست جناب. توی ویران کردگی ها را یافتم. یافتم گفتید؟ کی بودن؟ سقراط. سقراط گفتید؟ نمرده است. از پسم بوده است خواهی. آبا بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند سبحان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلام را وقتی با پیامبری برانگیخت که دنیا به مرحله پایانی رسیده بود، نشانه های آخرت نزدیک و مردم در گمراهی. در این هنگام خداوند حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلام را پیام رساند و برای مسلمان ها سربلندی قرار داد. سپس خداوند کتاب مقدس قرآن را برای ما نازل فرمود، کتاب نجات را. قرآن نور است که خاموشی ندارد، چراغ است که درخشندگی آن آخر ندارد، دریایی است که عمق آن درک نشود و راهی است که رونده آن هرگز گمراه نگردد، جدا کننده حق و باطل است که درخشش دلیلش هرگز خاموش نگردد. قرآن بنایی است که ستونهایش هیچگاه ویران نشود، شفا دهنده است که بیماری های وحشتناکی را دوا میبخشد. عزیزان، بر سر بیماران قرآن بخوانید. کتاب قرآن قدرت است که یاورانش شکست ندارند و حق است که یاری کنندگانش مغلوب نشوند. قرآن معدن ایمان است، دریای علم و دانش است، سرچشمه عدالت و نهر جاری عدل است. دریایی است که تشنگان آن آبش را کاملا نتوانند کشید و چشمه است که آبش کمی ندارد. محترم جماعت، خانه است که مسافران راه آن را فراموش نخواهند کرد. خداوند قرآن را فرونشاننده تشنگی علم دانشمندان و باران بهار برای قلب فقیهان و راه گسترده و وسیع برای صالحان قرار داده است. عرب ها پیش از نزول کتاب قرآن شما میدانید که دخترهایشان را زنده به زنده میگراندند. برادر، این بی خدا و بیدین ها را بینه. انسان فرزند خودش را زنده میگراند مگر؟ خداوند با فرستادن این کتاب مقدس همه رسم و آیین ناپاک زمان جاهلیت را از بین برد. قرآن این قانون خدا در روی زمین است، پس با آن عمل کنید. مرحمت است، رحمت است برای کسانی که از آن پند میگیرند. نماز را بر عهده گیرید و آن را نگهداری کنید. بسیار نماز خوانید و با نماز خود را به خدا نزدیک سازید. نماز دستوری است که در وقتهای خاص بر مؤمنان واجب شده است و کوشش کنید که آن را ترک نسازید و همیشه برپا دارید. آیا به جواب دوزخیان گوش نمیدهید؟ آن هنگام که از آنها پرسیدند چه چیز شما را به دوزخ کشاند، آنها گفتند افسوس که ما از جمله نمازگزاران نبودیم. همان نماز گناهان را به مانند برگ‌های تیرمو می‌ریزاند و بند و زنجیر گناهان را از گردن‌ها می‌کشاید. محترم جماعت، تماشای بازی فوتبال و فیلم‌ها و سامانه‌های اینترنتی ساعت‌های دراز دوام می‌کند، اما نماز بیش از 10 دقیقه وقت را نمی‌گیرد. قرآن را نه تنها تلاوت کنید بلکه با آن عمل نمایید. خداوند ما را از جمله حافظان قرآن و نماز را برپا دارندگان قرار بدهد. محترم جماعت، انشاءالله. برادران عزیز، یک چیز را گفتنیم. دخترچه‌ای که نامش سومن از پدرش را کفت و کاب دارند. بیرون از مسجد فوتورابط پدرش را به شما تقسیم میکنم. صورتش را در استلبه‌هایی که کورس‌های آموزشی چسبانده شده است در بالای آنها چسبانید.
خدا از همه شما راضی باشد انشاءالله. آمین. хушхабар ба тамоми мухлисони телефонҳои Samsung, ширкати бо эътимоди Samsung Galaxy S9 ва S9 Plus аксияи калон барои мухлисони худ эълон кард. Акнун шумо метавонед телефонҳои Samsung Galaxy S9 ва S9 Plus-ро ҳамагӣ бо нархи 7990 рубл харидорӣ намоед. Телефонҳо бо сифати олӣ. Барои харидорӣ намудан ба линки дар таги видео дар рӯи заиф кард, бепул гузоред ва соҳиби телефони хостаатон шавед. ман агар инро ёбам то субҳ мушт мезанам, аммо гуфтам ба хотири духтарча кори савоб кунам. ту дар инҷо чӣ гум кардия? ҳамёнатонро афтондем. акнун бо ту ҳамсоя шудем. барои ту ба дастони худам шӯрба пухта овардам инҷире. о дар дохили ин қаҳваҳо чӣ меандозӣ? маззае ки қаҳваҳои ту дорад аз ҳеҷ кас надорад. дар ҳами якумуш дар 200 кило тилло меёвам. ҳоло ҳамон зан ва кӯдакро наёфтед? ин чӣ хел калиди мошин аст? оригинал аст, кори дастист. инҷо мунтазири баромадани онҳо мешавед. акаунал ба мамадулла ҷирғота барам ташкил биёрам кишинай. ҳолис таслим шавед, таслим шавед. кани бибинед ки ягон тош падари ӯ ҳаст ё нест. падари суман аст ҳамин одам. падари суман ҳамин аст.